وقتی که پاسپورت روسیه را میگیرن عکسی کرستشون هست. این رو با خودمون همه جا میگیریم، حتی در مسجد و در وقت نماز. آیا این به عبادت ما ضرر دارد یا نه؟ برادرای عزیز، مثال اون مملکتی هست که گویم همون رمزی همونها یا دین همونها عبارت از همون کریست است. اگرچه که این کریست برادرای عزیز یک چیزی تحریف شده و یک چیزی زیادتی است. این یگان اصل هم نداره، ولی با همون کریست خودشون معرفی میکنن که اونها مقصد چیان؟ اونها نصرانی هستند، یعنی مسلمان نیستند. برای همین این با صورتی تو یا با لباسی تو یا با ماشینی تو، امروز پره لباسایی که کریست دارد، ماشین هایی که کریست دارند، اگر امکانی همون کریست گرفتن باشد بگیرش، لیکن اگر امکان نباشد اون ملک همون مردک است. در اوجا نمیشه که تو بگوی که نه کریست در من نمان و امکان نداره. او برای تو شیدن و از دین شای، از رویه شای، از عقیده شای هیچ وقت نمیگرده. تو در اونجا حق رهبری کردن و گپ زدن هم نداری. حتی برادرای عزیز در همون معبدایی که همو دارن، همون جایی در که مثال اونها میدروین و عبادت میکنن، در این نگاه دین در همون درون اگر بدروی نماز بخونی درست است. برای همین برادر عزیز، این که به اختیار شما نیست، این که به خواهش شما نیست، در این که شما مقصد در این بگیم نشانه یا علامت شما که راضی نیستین، این به ضرر شما نیست، و شما یگان زیان نداره برادر است. بابای حاجی، نام من روشن است. آیا این نام کتابی هست؟ و اگر نباشد التماس با طریق اینترنت و من شما نام گذارید. نام خوبه روشن، به معنایی که خداوند قرآن در سراج منیرا، پیامبر گفت این چراغ است، یعنی منیر چراغ روشن است، روشنه که خاموش نمی شود. برای همین انشالله این نامی نیک است، نامی بد نیست. خب بابا جان، برای شخصانی که در وقت نماز خواندن یک برادر بلند صحبت میکنن و میخندن، شما چی میگویید؟ اگر کسی که من نماز میخوانم بلند صحبت کنه یا بخندد، بر همون نمازی ما بخنده، مرا مسخره کنه، او ای دین بیگانه میشه. مسخره کنه که ای چیکو کردی سای؟ مسخره کنه که ای خمشوی شوین، یا مسخره کنه که نعوذ بالله ای اکو مقصد انا نماز میخونه جنت میروه، یا مسخره کنه که انا ای عجیب کوره، ای کی را عبادت میکنه، ای چی را میبینه. اگر با همین عقیده هاش ما را ملامت کند و ای دین بیگانه میشه برادر. لیکن اگر به شرطی که در همونجا خیلی شیشتگی و صحبت داشته باشن و یا خنده کرده باشن و ما نماز خوانده باشیم، حقی بیادابی می شود. مثلا در حالت نماز خواندن یک آدم باید ما پس گپ زنیم و پس بخندیم تا که در نماز او خلل نتیم. لیکن با مقصد مسخره باشد، او ای دین بیگانه می شود. خب بعد السلام علیکم و الملک و البشر گفتن درست است یا نه؟ سوال دیگری که آمده است، ما سلام دادن برادرها همین السلام علیکم و رحمت الله، السلام علیکم و رحمت الله، همین طریق درستی سلام است. اویی که و البشر و الملک میگیم، اونها را به دلمان میگذرونیم. در هر دی طرف ما او را به دل وقتی میبینیم مردم هست، در اینجا چیکار میکنیم؟ همون و البشر و الملک به دلمان میگذرونیم. لیکن السلام علیکم و رحمت الله، السلام علیکم و رحمت الله، اینش درست است.